جوان تاجیکستانی 20 سال دارد ورزشگری ما. در تبلیسی در مسابقات گرند اسلم ورزشگر تاجیکستان در سبقت تسلا بخش ناکام شد. در میان جوانان چمپیون آسیا دکبر سال 2021 این کامیابی را مال خود کرد. میان نورسان در جام آسیا هم مای سال 2017 برنده مدال طلا شده بود. رضایف حالا بسیار هم با جرأت قامتی بلندی ورزشگر ما جسارتش هم در مقابل پهلوان پولش خیلی هم خوب به نظر می رسد. مخصوصا میدانداری های ورزشگری ما در تنتنه های نوروز دلهای میلیون ها نفر مخلص را به وجه آورد. بسیار هم شاهجهازی های زیاد را مال خود کرد و در دل و دیده مردم باز هم مسکن گرفت. رضایف اصلا زاده کلاب شهر است. مکتب ورزشی این منطقه زیبای کشور را هم با موفقانه پشت سر کرد. در فدراسیون روسیه هم اندک تمرین داشت و امروز اکنون میبینیم که خیلی هم با یک توان و قوه و غیرت زیاد حالا رجوع میکند که باز هم هنر بهتر و جالبتر را در مقابل ورزشگری 25 ساله پولشا سباستیان نشان دهد. به نماینده پولشا اکنون داور شیدا داد که فعالتر باشد و مبارزه را باز هم روانتر و جالبتر سازد. مارتینکویچ یک لحظه خیلی خطرناک را هم شادمان رضایف برطرف کرد. سباستیان مارتینکویچ در پارتر ورزشگران آنقدر صداقت گویم یا محبت البته زیاد ندارند. بسیار خوب است که آنها در حالت راست باشند و این نیروسنجی را باز هم شدت دیگر بخشند. شادمان ما هم مجازات شد. باز هم یک مارتینکویچ یک کار دیگر را هم با سرعت به اصول سر کتف اعتبار جدی داد. از این وضعیت شادمان رضایف رها یافت. حالا که داخله را شادمان رضایف بسیار هم در سطح کسبی استفاده میکند. حتی با بزرگ وزنهایی که در تاجیکستان چند دفعه شاهد بودیم، اما در جریان نیروسنجی اول خود این کارها خوب انجام نمیدهد. اکنون فعالتر شد ولی اشتباهی که کرد داور از این لحظه اکنون میتوان خلاصه گیری کرد و دقیقاً مشخصا به هر یک حرکت و نظرش اعتباری جدی دهد. رضایف اندک به سهلنگاری راه داد. دو آگاهی تهدیدش میکند. رفته رفته به همان وقتی نهایی نزدیکتر می شویم. یعنی خیلی وقت کم در اختیار دارم پهلوانان. یک دقیقه دیگر اگر نتیجه اینجا هم ثمره دلخواه به بار نآورد، آنگاه ما شاهد باز هم
دریافت امتیاز طلایی خواهیم شد. حریف پهلوان ما در چمپیونات اروپا بسیار هم خوب بود، اما امتیاز نیست. در جام اروپا سالهای 2021-2022 صاحب مدال برنجی شده است و خلاص داور شبهه دارد به این پرتافت به حرکت آخرینی که اینجا انجام داده شد. تأسف تأسف و تأسف و تأسف. اکنون انا همان برخورداری نازکی گوشتین جدا خیلی مهم است که شادمان به اشتباه راه ندهد. این رو هم اشاره دستی محمد عبدالرحمنов ثابت می سازد. ما در این مرحله نتوانستیم که پهلوان خود را همچون نفر موفق معرفی کنیم.